میگویند چیزی که سرنوشت انسان‌ها رو میسازد استعدادهایش نیست، بلکه انتخاب‌هایش است. درود میفرستم به همه شما بیننده‌های عزیز. امروز یک داستانی را از مثنوی انتخاب کردیم که برای شما نقل می‌کنیم. بزرگی مولانا جلال الدین بلخی از آن عبارت است که در مثنوی معنوی خود موضوعات بیشمار را در قالب نظم مورد بررسی شاعرانه، حکیمانه، فیلسوفانه، دانشمندانه قرار داده است و در تمام صفحه ها و در تمام حکایه و قصه های مولانا همیشه برخوردی نیروها و افکار و موضوعاتی به هم زید به چشم می رسد و خود مولانا هم میگوید زندگانی آشتی زید هاست. یعنی آنچه که در روی زمین هست از شماری زندگان تلاش میکند برای حقیقت بودن خود، برای زیستن خود. هر چی که برای زیستن تلاش میکند طبیعی که با چیز دیگر یا با کسی دیگر یا با نیروی دیگر همیشه زیست است. در مورد قصه در جوال ریگ انداختنی چی یک اعرابی و قصه که در آن عقل و بی عقلی یا قصه که در آن حکمت و بی معنیگی یعنی گفته میشه در مثنوی. اعرابی خب یک تمثالی انسانی کم دیده است، از دایره حدودی ریگ و بیابان بیرون آمده است که در تمام قصه ها، در تمام افسانه ها، روایت ها، اثرهای خب پند و اخلاقی، آثار بسیار آثار خب ادبی و بدیعی ما به خاطر آنکه محدودیت اندیشه همیشه در او جلوه‌گر می شود، کم ظرفی فکر در او به ظاهر می آید، تمسخر شده است. یعنی از حدود بیابان بیرون آمده است. اگر آب سیری خورده باشد همان آب باران است. روزی بود و روزگاره بود، مردی که از فهم و کمال سهم داشت و از مال دنیا بهره نداشت. پیاده از شهر به شهر دیگر سفر میکرد. در میان راه به یک مرد وخورد که سوار شتر بود و دو خلطه را هم بر آن بار کرده بود و خود به خود سرود میخواند و از همان راه میرفت. مرد پیاده به خود فکر کرد که هرچند من پیاده هستم و این مرد سواره هست، ولی به هر حال هم صحبت پیدا کردم و میتوانم با او حرف بزنم و درازی راه را با گفت و شنید بر خود کوتاه کنم. چون تنها بیابانی تصفان را پس سر کردن بدون هم صحبت برایش مشکل بود. بیابان با وجود اینقدر پهنایی وسعت باز جای برخورد انسان هاست. مثلا زائران، خب هاجران، اونهایی که مثلا فرض کنید مدرسه بغداد به نظامیه میرفتن یا به مصر میرفتن، از بسیار سرزمین ها این مجبور بودن که ناگزیر بودن که از طریق بیابان گذر کنند، چون اون وقت هم راهی بحری و راهی آبی اونقدر با اون درجه که بعدتر مثلا رشد و رونق پیدا کرد، راهی همیشه کم استفاده بود. از این نقطه نظر او نزد مرد اعرابی می آید و با او سلام می دهد، می گوید سلام، سفرها بخیر. وقتی شما رو دیدم خیلی خوشحال شدم و پیاده روی و خستگی یک طرف، اما تنهایی خیلی دلگیرم کرده بود و حالا که تا هر جایی که همراه هستیم با هم هستیم میتوانیم با هم دیگر صحبت کنیم. سوار گفت من هم از تنهایی خود به خودم سرود میخواندم، اما پیاده و سواره هیچ فرقی نداره. اصلا پیاده بودن بهتر است. وقتی که شتر نداری هیچ وقت شترت بیمار نمیشود. اشتر داشتن هم معماهایی به خود خاص دارد، چون برای اشتر باید خاشاک بدهی و باید مواظب آن باشی که او را کسی نبردارد، یعنی ندزدد. و هم وقتی که به خانه میرسی، به منزل میرسی، بیم کوه و جو برای اسب و شتر نداری و راحت استراحت میکنی. یعنی آسوده کسی که خر نداره. پیاده گفت چی گویم، چندان درست نیست. ناچار کسی که خر ندارد و اما اگر بار دارد باید خودش به دوش بکشد، بارش رو خودش به دوش بکشد و اگر راه دور است باید پای خودش رو زحمت بدهد. ولی خوب، من از پیاده گشتن ملول نیستم، ملولم نمیکنه. وقتی فکر میکنم که بار تنی خودم رو خودم میکشم خوشحال میشم. ولی اگر سواری شتر باشم خیال میکنم که شتری زیر پایم از من شکایت میکنه. سوار خندید و گفت خب این هم حرفی است که تو میگویی و آدم هایی که شتر ندارند مثل تو این فکرها رو میکنند، وگرنه شتر هم برای آن آفریده شده است که بار بکشد و خار بخورد. تو سوار نشوی کسی دیگر سوار میشود. شتر
رو عرب‌ها سفینه بیابان میگفتند، کشتی بیابان میگفتند. شتر موجود است که تا 500 کیلوگرم بار تا نیم تن بار میکشد. گویا از 200 تا 500 کیلوگرم بار میکشد. روزها، هفته‌ها با یک بار آب خوردن، آب نوشیدن تشنه میگردد و اون شترخوار همیشه یگانه غذایی که در بیابان میخورد. خب صحبتشان هم ادامت پیدا میکرد و اساسی اوج معما در کجا سر میزند؟ در آنجا که یک نفری که خوش صحبت بود، یک نفری که از پیاده رفتن، از تنها رفتن در سفر در بیابان خسته شده بود، به او همراه شد میگوید و پرسجو کرد از این و از آن، از پدر و از جد، از فلان و بیسمدان، از کار و باری عموما همون شتر سوال کرد و در این سوالات خود قصه های عجیبی هم میگفت. میگوید چون حدیث انداز میگوید، یعنی یک شخصی شیرین سخن بود، زیبا سخن بود و در ضمن همین سوالاتش حسی کنجکاویش بیدار شد و گفت که در جوال تو که در شتر بار کرده ای و در آن نشسته ای چی است؟ بعد مردی عربی در پاسخ میگوید که در یک جوال گندم دارم و در دیگری یک جوال ریگی بیابان، ریگی عادی. چی گفتی؟ پر از خاک و ریگ؟ اونها رو چرا به خانه میبری؟ مگر در شهری که زندگی میکنی ریگ پیدا نمیشود؟ من به خاطر آن این ریگی بیابان را در جوال گرفتم، به خاطر مساوی شدنی هر دو طرف، یعنی در هر دو کناری اشتر. بنابر همین من ریگ گرفتم تا که همین موازنت رعایت شود. همین یک جانوری که با وجود اونقدر قوت، البته برای این حیوان اگر ریگ، قم، چیزی وزنی که هست بار کنی، طبیعی که هر کسی صاحب عقل بیند از نظری هم تو یک نگاه مقرری با این چیز البته راضی نمی شود، خوشش نمی آید و دلش با اون حیوانی بی زبان می سوزد. و این فیلسوف هم میگوید که عجب اختراعی کردی. و جای این گندم ها رو دو قسمت میکردی و در هر دو خلطه میریختی، خوب نبود؟ هم باری شترت سبکتر بود و هم بار کردن و فراوردن آنها آسان‌تر بود. و همینطور راهی حل مشکلی این شخصی ساده، یعنی عربی، اینجا بسیار وقت تمثال یک انسان ساده است. در لطیفه های ادبیات عرب هم، در قصه های ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک هم، عربی این سیمای یک انسان ساده بادیه نشین است. و یک چیز رو باید فراموش نکنیم که اما شاعرانی که خب در عهد جاهلی شعر ایجاد کرده بودن از میان همین اعراب بیابان نشین، در همون محیط بیابان هم بهترین شعرها رو هم تألیف کرده بودن. بزرگترین آنها معلقه هست. یعنی ما کاملا گفته خیلی نمیگوییم که همه آنها در مجموع آنهایی که بیابان نشین بودن شاید از زیبایی و از مثلا زیبایی پسندی برکنار بودن، اما چون محیطشان محیط تنگ بود، در برابر آنقدر وسعتی بی پهنایی بی آخری بیابان، در برابر این کم دیده بودن. و همین خاطر در شعر ما، در ادبیات ما بسیار مورد تمسخر به یک ابرزی، به یک تمثالی، یعنی پرسنژی مضحک خنده آور تبدیل شدند. و این عربی که بسیار شخص ساده بود، گفت این به گمان خودش حکیم دریافت و گفت که تو در حقیقت مردی فاضل بوده. من تا این وقتی که در همین مسئله فکر میکردم، این اندیشه تو به سری من نزده بود. معلوم شود که تو یک آدمی خیلی دانا و بزرگوار هستی. پیاده گفت ندانم، این موضوع خیلی ساده است. یعنی نسبت به مردی فاضل اعتقاد پیدا میکنند، میگوید که در حقیقت تو مردی دانشوری بوده ای. سوار به حال پیاده رحمش آمد و خود به خود گفت خوب است که این مردی چیز فهم رو هم با خود سوار کنم و همراه خود برم. ولی ناگهان فکر کرد و از پیاده پرسید ای مرد حکیم، راستش رو بگو تا بدونم که کی هستی. تو از بس که این خیلی حکیم هستی، دانا هستی، مثلا چی کار میکنی؟ تو باید که وزیر باشی یا مالک باشی یا پادشاه باشی. این شخصی که پیاده میرفت تبسم کرد و گفت که اصلا این خیلی نیستم، همه یک پیاده رو هستم، از اینجا به یک جای برای کار میرم، برای پیدا کردن خودم. یک آدمی عادی هستم مثل همه، خیلی هم دانشمند هم که نیستم. نمیبینی احوالم خودش گواهی میدهد. لباسم هم ساده است، مثل بیشتری مردم میگردم. بینید اینجا ذهنی اعرابی از اون دانشی که نسبت به این واکنش، یعنی در ذهنی صحبت معلوم شد، نسبت به اون نگاهی والا پیدا کرد.
یعنی با وجود آنقدر صاحب تدبیر بودن، صاحب اندیشه بودن، صاحب فکر رسا بودن، در زندگی کامیاب نیست. اما سوار گفت این خیلی نمیشود. با این همه عقل و هوش حتما پولی زیاده داری که دلت برام خوش است و فکرت آزاد که توانستی مسئله گندم را با آسانی حل کنی. پیاده گفت از قضا در 7 آسمان 1 ستاره هم ندارم و حالا که با تو میایم نمیدونم فردا چی کار میکنم و کجا کار میکنم. گفت رختت چیست باره در دکان؟ گفت ما را کو دکان و کو مکان. سوار گفت خانه دکان یا دستگاه داری که اگر پول نقد هم نداری مال و ملک زیاده هم داری. چی فرق میکند؟ مطلب اون است که آدم دانا باید توانا باشد و خوشبخت. یک شعر هم هست که میگن توانا بود هر کی دانا بود. پیاده گفت این هم نیست. اگر دکان داشتم مینشستم در دکان سودا میکردم و پیاده در این صحراها نمیگشتم. از نگاه اعرابی هر کس که دانش دارد یعنی باید حتما یک نفری باشد که جایگاهی مخصوص در جامعه داشته باشد. یعنی این ساده‌لو پنداشته بود که این کسی که حکمت دارد، یعنی دانش دارد، فراست این از آن فرق کردن دارد، باید حتما چی باشد؟ حتما بوی باشد، حتما شخص دارا، شخص صاحب منصب و همین خیلی. در حالی که مثلا این طور هم نیست، نه همه وقت همین طور است، چون دانش با رزق و روزی در ادبیات بدیعی ما، در ادبیات کلاسیکی ما یعنی یک چیزهای جداگانه است. مثلا خود سعدی هم یک جا میگوید که اگر روزی به دانش برفزودی زینادان تنگ روزی تر نبودی. یعنی مسئله دانش و رزق اینها چیزهای جداگانه هستند. ولی به هر حال به گمان خودش به یک شوق، به یک کنجکاوی میخواست که فهمد که این به این حکمتش چقدر دارایی دارد. معلوم میشود که نمیخوای خودت رو برای من معرفی کنی. ممکن است شتر و گاو و گوسفند زیاده داشته باشی و از سراغ چوپان میروی. آدمی با عقل و هوش مثل تو باید کارش خیلی خوب باشه. این در پاسخ گفت نه، من یک مردی چی هستم؟ عامی هستم. یعنی نه مال و منصب دارم، نه چی این چیزهایی که تو گفته ایستاده اصلا در من نیست. البته که آدم بدبخت نیستم ولی از مال دنیا چیزی ندارم. تنم سالم است و کار میکنم و نان میخورم. امروز هم بیکارم و دنبال کار به شهر نزدیک میروم. فهم و هوش و عقلم را که تو میگویی جز یک زندگی ساده چیزی به من نمیرسونه. و همین طور وقتی که نهایتی برخورد اینها همین گونه میشود که وقتی که اعرابی میبیند که او در حقیقت از فضل و دانش برخوردار است ولی از مال دنیا نه، میگوید که پس تو چگونه این فضل و دانش که نتوانستی برای خود یک شرایط خوب اقلا مهیا کنی؟ من که یک بارم گندم و یک بارم خاک و ریگ است، با این همه بیسوادی و بیعقلی هم 10 تا شتر و 100 تا گوسفند و 50 گاو و 2 چراگاه دارم. انباری پر از گندم و کنیز و غلام و عزت و احترام دارم. کفش دارم و لباس. وقتی به مجلس میروم احترام دارم، تعظیم دارم، برایم همه تعظیم میکنن. یعنی زندگی راحت دارم و همه اینها رو با همین عقل ناقصم دارم. اون وقت که تو میدانی که گندم رو چگونه باید بار کرد و راحت برد، خودت چیزی نداری، پس فایده این عقل و فهم و کمال کو؟ با یک ستیزه گفت که راو که این حکمتی تو اگر دانشی تو، فراستی تو اگر برای پیدا کردن یک برده نان نرسد، چون خدا شخصی دارا بود، گفت من از این حکمتی تو بیزارم. اگر عقل همین است میخوام 70 سال دیگر به عقل باشم. اتفاقا من در یک چراگاه هم کارگر میکفتم، اما از تو میترسم. زود از من دور شو که کثافتیت در من نزند. عقل به خاصیت شما است میگویم. ما میدونیم که در این فرهنگ گفتگوی مردم تاجیک، چون که مولانا خودش تاجیکی اصیل هست، همیشه از چیزهای بد، از حادثه‌های بد، به اون خاطر که چیزی بد، پیامدی بد به انسان نرسد، مردم از آن دوری میجویند. حتی یک کلمه بسیار زیبایی سعودی هست، میگن پتکی کسی به کسی نزند. همین از حالتی است. خب یک آدمی بد یا از حادثه‌ای که مثلا پیامدش بد است، مردم زود کنار میجویند. یاده گفت باشه من میروم، ولی با این همه که تو گفتی در نظر من یک آدم احمق و بی‌عقل و بدبخت هستی و میمونی. این همه چیزی رو که تو گفتی با پول خریده ای و من هرگز نمیخوام مثل تو باشم. خب اینها راهاشون از همین جا چی میشود؟ از همدیگر جدا میشوند در همین مسیر. من بعد قسمت مردی اعرابی کمی تغییر می‌یابد، یعنی در راه با راهزن‌ها دچار می‌شود.
خب راهزنها میبینن اینو دستگیر میکنن، کمی اذیت میدهن و از او پرسان میشوند که در جوال چی داری؟ در پاسخ میگوید که همین حالا یک نفر دیگر همراه من بود که از آن راه رفت. او گفت که من یک آدمی بی عقل و بدبختی هستم. همینم که هستم و در بار شتر همین است که هست. وقتی که یکی از راهزنها به جوال خنجر میزند، خوشبختانه به همان جوال خنجر میزند که داخلش ریگ بود و چون از جوال ریگ بیرون می آید، بعد میگه که تو مردی احمقی بوده، در این در همین بیابان تو در همین قدر مسیر که طی میکنی در این جوال فقط ریگ داری. در نتیجه دوستها هم چند سرزنش و مسخره کردند و رفتند و گفتند راستی عجب آدمی بی عقل هست که صحرا پر از ریگ است و ریگ را بر شتر بار کرده است و به خانه‌اش میبرد. آن وقت سوار که باری گندمش تصادفاً از چنگ دوستها نجات یافته بود لبخند زد و به خودش گفت آفرین به بیعقلی خودم که ریگ بار کردم، وگرنه گندم از دست رفته بود. یعنی همون حکمتی انجام ندادنی کارش برای او دستیاب شد که او در انتها از دست راهزنان و دزدان نجات یابد. همین گونه بعد از آن مردم هم دیده بودند که این مرد اگر 100 شتر هم بار میکرد، یک لنگه را گندم و یک لنگه دیگر را ریگ بار میکرد. پند هیچ کس را نمیشنید و عقل هیچ کس را قبول نداشت و در جواب مردم که با عقل او میخندیدند میگفت من چیزی میدونم که شما نمیدونید. مرد بیچاره مسخره مردم بود، اما در دل خود خوشحال بود که چیزی میدوند که مردم نمیدونند و شتر و مزرعه و همه چیز دارد. مثنوی معنوی مولانا یک کارگاهی افکاری متناقض است. مولانا تصویرهای متناقض، اگر باز تاجیکی تر کرده گوییم، تصویرها و تعبیرهای عکس را میسازد. مثلا خب دو میگوید مولانا آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در بود. جامه اش سوزد بگوید تار نیست، جامه اش سوزد بگوید نار نیست. این عطارم میگوید که مثلا کار دنیا چیست؟ بیکاری همه، چیست بیکاری؟ گرفتاری همه. یعنی بیانهای تصویرهایی که همدیگرشون نقص میکنند، این کار میکنند، ظاهرا درستند لیکن در پیامد، در آخر، در حاصل گویا این دو عمل خلاف همدیگرند. لیکن در عموم اگر به طور عادی کرده گوییم، در مجموع اینها مطلب هایی که همدیگرشون رو مکمل میسازند و یک مطلب بسیار زیبا، یک حکمت فلسفی به دست می آید. در همین حکایه هم آخرش مولانا خواننده را سخت به اندیشه وادار میکند که خب البته با چه گفتیم بهترین شرح در مورد افکار و اندیشه مولانا شرح داخلی و شرحی که خود معنی داده که خود مولانا در این کتاب انجام داده است. از این بالاتر بلندتر شرح در برای مثنوی کسی دیگر نگفته است و خیلی عجیب است که خب خواننده بعد این انجام این حکایت به اندیشه میغلطد، به اندیشه میفراید، اندیشمند میشود که مولانا جانبدار کیست؟ جانبدار آن حکیمی فرزانه است که به احمقان، به نادانان، به گمراهان، به گولان عقل می آموزد، یا جانبداری خب این مرد است که خب هم شتر را عذاب میده، هم وقتی خودش را مثلا به قدرش نمیرسد، خودش را رنج میدهد، تیزتر به منزلش نمیرسد. در این مورد باز همون حکمتی اصلی عرفان خب ظاهرا مناسب و مطابق ناآمدن اندیشه عرفا با عقل هست. یعنی شرط نیست که انسان زیاد چیز بداند، مهمی که هر چی که میداند آن را در عمل چی کند؟ در عمل استفاده نماید. اول این مثلا این ما از کجا پی بردیم؟ از این که مثلا بینید مردی فاضل اینقدر زیاد میداند مثلا در مقایسه با اعرابی. اگر ما هم تو تحلیل عادی هم کنیم، در قیاس اعرابی در مقایسه با مردی فاضل خیلی کم میداند. خب همینطور لیکن بینید مردی فاضل از دانسته هاش در حیات پس معلوم می شود که استفاده نکرده است، چون اگر استفاده میکرد از نگاه مرد اعرابی اقلاً برای خود شرایط خوب فراهم می آورد.
دیگر در شخصیت اعرابی چی میبینیم؟ در شخصیت اعرابی ما همین چیز پی بردنمون ممکن است که او خیلی کم میداند در حقیقت، ولی بیند همون دانستنی کمش که اگرچه مثلا شاید از روی فضل و دانشش نبود، اما همون کار انجام داد. با عقل ضعیفش اقلا به همین چیز درک کرد که باید در کنار یک جوال دیگر گذاشت تا که موازنت رعایت شود و با همین فهمش تنگش او همین کار انجام داد. ولی چون همین کار انجام داد، توانست با همین عملی کوچکش و با همین عملی کمش در انتها از همین یک حکمت بردارد. یعنی در روزگارش استفاده شدنش ما از کجا دیدیم؟ از اینکه از دست راهزنها نجات یافت. ولی با وجود اینکه مثلا مرد فاضل خیلی چیزهای در مقایسه زیاد میدانست، اما نتوانست چیکار کند؟ در زندگی تدبیر کند. یعنی همون دانش‌هاش به خاطر پیشرفت و نموی زندگی خودش استفاده کند. مثلا آن چیزی که اعرابی برایش گفت همین چیزهای در زندگی داشته باشد. اینجا یک چیز است احسان جان، من فکر میکنم که در موردی حکمت برداشتن خوب مثنوی و گلستان و بستان و دیگر اثرها بزرگیشان در چی هست؟ یک آینه هستند که کسی خواهد و به آن نگاه کند از خودش برداشت میکند. مثلا بینید ما مثلا میتوانیم که چند حکمت برداریم از همین قصه که ساده عامیانه، ساده که به یک لطیفه هست که ما تبسم به وام می‌دارد، ما چندین حکمت میبرداریم. مثلا یکم حکمت شما چی است؟ همیشه اون چشم داشتی که از انسان‌های دیگر دارید، اون در همون انسان پیدا کرده نمیتونه. مثل آن که همین احمق یک چشم داشت، یک امیدواری داشت که این انسان دانشمند خیلی بای است. یک امیدواری بسیار عجیبی ساده خودش داشت. این هم مثل یک برخورد ما به زندگی است. ما مثلا به انسان ها برخورد میکنیم از او نیکی یا یگان چیزی که مثلا محبت یا مثلا چشم داشت داریم، امیدواری داریم، از اون برداشت نمیتونیم. یک حکمت دیگر این که مثلا این بسیار در اثرهای دیگر هم گفته میشد، دانا مثلا نه همه دانا مثلا دارا بوده میتونن. اینجا وقتی که ما مثلا در سری فلسفی میگوییم میداند ولی عمل نمیکند، عالمی بی عمل زنبوری بی عسل. مثلا زندگی نیست که علم آموزید و در بیابانها گردید، شهر به شهر به رنج و به خواری عمر به سر ببرد. چون که خب انسان از بهترین مخلوقات در روی عالم است. انسان فقط برای خواری، برای عذاب به دنیا آمده است که اون مثل اون مردی حدیث انداز یا فیلسوفی که خود را در این کوه از این شهر به این شهر به خواری می اندازد و هدف ندارد، اما گویا صاحب عقل و رای تدبیر است. اما این مردی که خب یک پیشه معین دارد، یک راه روشی معینی عامیانه عادی زندگی دارد و زندگی خوب و آسایشته دارد. در کل اگر ما درباره این حکایت صحبت کنیم، هر دو نفر یعنی هم اعرابی هم مرد فاضل در یک مسیر هستند، یعنی در یک راه روان هستند و سمتشان هم دقیقاً مثلا به یک سمت است، چون اینا همسفر شدن. ولی فرق مرد اعرابی از مرد فاضل از آن است که او در بالای اشتر و جوال هم دارد با مقصدی معین که اینم میبرد جای مثلا میفروشد و از پی زندگی میشود. یعنی یک مقصدی معین، هدفی معین دارد که وقتی که دنبال همین هدفش میگردد معلوم است که او موفق میشود. اگر در مسئله مرد فاضل بگذاریم، در جایی که مثلا نقل شد که مثلا مرد اعرابی از مرد فاضل پرسید که تو چی کاره ای؟ در پاسخ گفت که من جای کاری معین مشخصی ندارم. از این نکته خلاصه کرده میتوانیم که مرد فاضل در حیات چندان مقصد و مأوای معین ندارد، یعنی یگان هدفی مشخص ندارد و آنچه که مثلا به مقصد است، به هدف است، اون یک چیزی تصادفی است و مثلا هیچ جایگاه به هم رسیده نمیتواند. مثل آن است که شما تصور کنید یک کشتی در وسط بحر بدون کشتیبان، بدون ناخدا میتواند به یک جا برسد؟ البته نمیتواند. اگر رسد هم به یک ساحل میرسد که آنجا مراد نیست.
یعنی به خاطر اینکه به منزل مراد برسید حتما باید یک هدف باشد، یک قله معین، یک نکته معین باشد که شخص توسط همون نقطه تمایل پیدا کند و در نتیجه به همون نکته مراد برسد. شاید هم همین نکته که ما جنبش کرده توانیم که علم و دانشی که آدم دارد، انسانی که علم و دانش دارد، باید آن را درست بر نفع خود و بر نفع جمعیت استفاده کرده تواند. دانشی که از آن هیچ کس فایده نمیبرد، نه حتی خود صاحب دانش، این البته یگان فایده نمیبرد. دیگر اینکه در برابر این با تجربه ها هم باید تکیه کرد. چون که مثلا یک دهقانی صاحب تجربه مثلا شاید 100 برابر از دانشمند علمی منطق تجربه باید در روزگار خودش به کار آید. برای همین در کل میتوان گفت که یعنی انسان باید سعی و تلاش و کوششی به اندازه نسبت به هدفهای خود نشان دهد در حیات زندگی. همیشه عمل با فکر با علم موافق باشد. خب همیشه تجربه ها را ما باید قدر کنیم و قدر تجربه های دیگر هم برسیم. در برابر علم داشتن، در برابر فکرتی بلند داشتن، فکری عالی داشتن، باز در برابر این باید همیشه اهل عمل هم باشیم. علم با عمل یک جامعه بسیار برقد زیباست. علم با عمل حاصل اندیشه و حاصل دانش و بینش یک انسان صاحب فکر است. اگر خب انسان آرزو پرور باشد، آرزوهای بسیار داشته باشد، لیکن پی عملی کردن آن جهد و تلاش نکند، خودش را فدا نکند، کوشش نکند، با سخن گفتن، با آرزوهای بسیار داشتن مرادی حاصل نمی شود. یعنی خیلی گفتیم مولانا با واقعیت و با اصلی زندگی هم همیشه با نزاکت نگاه میکند. انسان برای رسیدن با هدفهایش، برای رسیدن با مقصدش باید دانش و علم خود را استفاده کند. برای موفقیت یک ویژگی است که فرد باید آن را داشته باشد و آن مشخص بودنی هدف است، مقصد. و بیان دیگر فرد باید بداند که چی میخواهد و شدیداً خواستاری به دست آوردن آن باشد. برای همین جا صحیفه گلچین معنی را میپوشیم تا نزدیکترین دیدار در برنامه‌های بعدی با شیرین ترین قصه ها و داستان ها.